نامش را گیر و گوشش را کش. دامولا زیا خوش آمدید. وقتی که شما به خانه‌مون می‌دروید باور کنید خانه‌مون پر نور می‌شود. تشکر خانم، تشکر. خوش آمدید. یا خدایا بخیر است انشالله. عجبا کی باشه در این ساعت؟ کی میشده است؟ رفیقتان شفقت نباشد؟ خدا او نباشد. بسیار خندیدیم، عاقبتش بخیر شود. آقای اکرم لبه در نزدی در یک خانم داملوزیا رو میپرسند. یک خانم آمد است میگویی؟ بله اما خانمی ناشناس. کی است؟ نمیدونم. شاید از محله گنزن باشه. زنی دهاتی است اما از محله ما نیست. خیر بگذارید درآید. حاضر. مرحمت. مولای سختکار، تو ما را در دهات گذاشته با این دختری بای خانه دار میشوی ها؟ حیف بر تو، حیف. خداوند جزای تو را دهت خانه و درت بیچازد مولای سختکار. من؟ ای خانم شما چی ها میگوید؟ چرا اینجا فریاد زده ایستاده؟ تو نشان میدیم چه گفتنم رو اینجا بیا. شما دیوانه اید مرا میزنید ها؟ میدونی چرا تو رو زدم؟ این با تو کم از کم. آیا شمایان این زن را میشناسید؟ من نمیشناسم. آقای اکرم شما میشناسید؟ نه من از کجا میشناسم داماد؟ با خدا که من هم نمیشناسم. اگر تو نشناسی چرا پس برای تو شلاق زد؟ گفته اتون هیچ منطق ندارد خانم تولین. مرا شلاق زد گفته باید او را بشناسم. زهرا این زن کیست؟ از کجا دانم اپا جان؟ آقای زیو نمیشناسم. باز میگویی که من رو نمیشناسی ها؟ توف حیف با تو. با خدا دیوانه است. با خدا قسم این زن دیوانه است. نمیشناسم او را. نمیشناختی کو؟ میشناسی که زن رو دیوانه گفته ایستاده ای. خدای توبه. خانم تولین این چه خیلی منطق است. هر چی گفتن گیریم این مسئله حل نمیشود. همین خیلی نه آقای فروخ. بله یک دقیقه این زن کیست؟ مرا دیوانه نکنید. ما هم نمیدونیم بابا. باز اکنون دیوانه شدیم از یا ها؟ لیکن درست تو آدم را دیوانه میکنی. تو چی ها میگویی ها؟ تو هیچ از خدا نمیترسی ها؟ باز دامولایی ها؟ زیا تو زنی 15 سال همراهت بوده را در دیه گذاشته در اینجا کیف و صفا داری؟ زنش؟ بابا جان چی؟ زنش؟ باز 15 سال زنش بوده هسته؟ آفرین. زیو این زن چی میگوید؟ و دروغ میگوید. تو چی گفته ایستاده ای؟ چه خیل زن؟ با خدا من این زن رو نمیشناسم. چی خیل نمیشناسی؟ مگر این زن تهمت میکند؟ حقیقت را میگویم.
آقای فاروق گوش کنید، یعنی با این منطق این مسئله رو حل کردن نمیتوانیم. راست میگوید این خیلی یگون کار حل نمیشود. فاروق درست میگوید؟ چه درست میگوید؟ با درست گفتن وای کجا این مسئله رو حل میکنه ده؟ تولین من چی گفتم ها؟ من چی گفتم؟ چی گفتم؟ بزن تو چی گفتنت رو میدانی آخر؟ در نزد این آدم ها از تهمت کردن من شرم نمیداری؟ زهرا، آقای اکرم، در حقیقت این زن رو من در حیاتم یگان بار ندیدم. با خدا چی در دوره چی میخواهد این رو نمیفهمم. بزن باید تهمت کردن با ما میزبد. تو کیستی نامت رو حتی نمیدانم. قیصر بی فراموش کردی؟ قیصر بی؟ بگو اکنون بگو، مرا برای همین ها ترک کردی ها؟ برای همین ها؟ برای همین رو کریم کرده ها؟ برای همین زنهای سری لوچ و بی تربیه مرا ترک کردی؟ ما رو بی تربیه کن. زن چخیل ترک کردم، ما با تو هیچ گاه یک جای نبوده. یک جای نشده باشم. کودک از کجا پیدا شده؟ از پیش خودش؟ چی؟ باز کودک داشته است. نه خدا ها؟ کودک هم داشته است. آفرین. یا توبه، این دروغ میگوید، والله بالله دروغ میگوید. با گپ این زن باور نکنید. مرا که قبول نکردی کودک را هم قبول نمی کنی ها؟ اقلا با خودت می گرفتی کودک آخر 5 ساله است، قدش نمی قدر شد. ای خدایا این خواب است. خب من حاضر از خواب میخیزم. بله دامولازیا، این باید یگان سبب داشته باشد. همین خیل نه؟ این زن از پیش خود چرا دروغ گوید؟ بله دومولوزیو، با ما یگان سببی انیق گوید که باور کنیم. بله زهرا، من هم انتظارم شرح میدهی؟ سببش رو من میابم اپا جان. نه من سببش رو از او انتظارم. یک دقیقه من با تو اویله دارم. اویله داری؟ کودک هم داریم. بله. پس شهادت نامه نکاحت رو نشان ده. گویا با من نکاح رسمی کرده باشد. آخر خودت نکاح دینی کردی کو؟ لطفاً باور نکنید به این زن دروغ میگوید. روی راست به ما دروغ میگوید. با خدا من گپ ندارم دومولوزیو. در ده یک زن، در شهر یک زن، با فکرم که در تمام جو زنتون هست. نکاح رو هم خودتون کرده اید ها؟ خودش گفت، خودش گفت که هر دیش برای من یک اینش رو کنیم. اگر حقای بشر رویم آن وقت رسمیش رو میکنیم. این رو با دهانی خودش گفت به من. با خدا میزیبد گپ نیست. نکاح رسمی رو با زهرا، نکاح ملاگی رو با دهاتی. خیلی زور نقشه کشیده ای ها؟ این شرمندگی از پدر. اگر من این خیرکار میکردم چی میشود؟ زورا میخوند هیچ گپ نیست. تو چی ها گفتنی دخترم؟ تو چی ها گفته ایستوده ملی؟ تمام پریشان نمیشوی، موضوع رو عوض نمیکنیم. با همونی گفت. بله فرد، آفرین با تو. این کارو خیلی با آخر میرسونی. کنی یکون چیز بگوی؟ چی گویم؟ تولین جان با خدا این شرمندگی است. شما هم همینطور نکنید آقای فاروق. گوش کنید مرا، این زن دروغ میگوید. با خدا که دروغ میگوید، مرا باور کنید آخر. حالا همین کار میکنی ها؟ تو نامرد. میشه بیا کجا میروی ها؟ کجا میروی گپ زن؟ دستم را میشکنی سیاه التجا میکنم نکن. های بازن اشکا رو ظلم کرده ایستوده. پرتافتنت بسی نکرد که باز با او ظلم میکنه. ها دومولوزیو؟ چخیل پرتافتم؟ کدام ظلم رو میگوید؟ ندیدید ها؟ شب پاتی زد، برویم توف کرد. برعکس او با من ظلم کرده ایستاده است. برای تو کم است میارد. خانم و شوهری من است. شما دخالت نکنید. هم نقص میبینن هم میزنن. چخیل شوهر یا قدرت رو اینقدر پس نکن. پگاه به مکانی که نگاه کرده بودیم بیا پسرت رو بار آخر ببین. کجا رفتی؟ چی؟ خواهش میکنم با من بگو یگان چیز لطفا. السلام، من شوکت. شما رو در اینجا یکون بار میبینم. کیسته؟ من قیصر بی
15 سال با زن نکاحی دوملوزیو هستم. یا خدا ینگه، من از جماعت دوملوزیو دوست نزدیک او هستم. شوکت، شاد شدم ینگه. حاضر میفهمم این زن دروغ میگوید. من این زن رو نمیشناسم. این زن همسر من نیست آخه. بس است. گم شو از اینجا. کجا گم شوم؟ نو شیراز شدیم، صحبتمون گرم شده ایستاده است آخه. نه وقت ندارم، یک طرف ایستا. وای بیوا اینجا بیا، با تو گپ دارم. چی رو گپ میزنی؟ من گپ هایم را در داخل گفتم. اگر گپ زدن خواهی به مکان مرا فریب کرده است میایی، در آنجا گپ میزنیم. زن احمق، مرا گوش کن. دوملوزیو ایست. حالا با تو با میخوری لبای. خودی حاضر، همه حقیقت را فهمیدن میخواهم. دیدید ها؟ از قفای زنش چخل میدود. دیوانه بار. مادر آنها آیله دارن؟ انا اینجا کار نمیکنه. چه خیلی شما آیله دار بودنتان رو از من پنهان میکنید؟ خانم زهرا، شما هم به این زن باور میکنید گریخته ایستاده است. من باید با او گپ زنم. برادر گوش کن، با خدا من با تو گپ ندارم. نخود به برادرت نگویی. شوکت، رو از اینجا سرم رو باید رو نکن. خانم زهرا گوش کنید. گوش کنید دوملوزیو، خودی حاضر همش را فهمانده میدهید به من. چی را فهمونم؟ من تا حال هیچ چیز را نمیدونم. به شما چی علاقه دارد؟ به همه کار همراه نشوید التماس. آخر شما یک دم خاموش نمیستید که. بابای اکرم شما رو دیدن میخواهد. خدایا توبه. میآیم شهناز. بابا جان چقدر نفس گیرید چقدر. شهناز پدر جان خوب است یاری تاجیلی دعوت کنم. کارت برار گرفت. زهرا خانم، ینگه زهرا، بسیار عذر میپرسم. اگر ناحرمتی نشود، من برادرم زیا یعنی دوملوزیو را خوب میشناسم. آداب و اخلاق همه چیزش را میدونم. او نیتی خوب دارد، کمتر عروسباز است، قلب بسیار نازک دارد، بسیار دوتاز میکند، اما در موضوع عائله دار شوی جدی است. در حقیقت همه این تا دوره شما بود. تمام. به خدا او دیگر عروسبازی نمیکند. عروسبازی ها؟ عجبا. کی میداند باز چند زنی که با آنها نکاح کردید به اینجا می آید. یا خدا توبه. چرا امشب هیچ کس با من باور نمیکند؟ من با یگون کس عائله دار نشدم. من با عائله دار شوی کار ندارم. بله همینطور. مرا در نزد حبل انتظار شوید. من بابایم را دیده می آیم. بابا جان به شما چی شد؟ بابا جان مرا ببخشید. این خیلی شدنش را نمیدانستم. ببخشید. شما خوب هستید؟ هیچ گپ نیست، خوبم. عروسبازیش چی؟ تو چی گفتنت رو میدونی ها؟ عروسبازیش چی؟ عروسبازی از کلمه تاجیکی گرفته شده، معنایش از پس دخترهای ای بچه دامت رو گیر. باز یک رو میزنم که از تولد شدنت پشیمون میشوی. پیش در رفتار. خوبم. چرا با من نگفتی؟ چی رو شوکت؟ عائله دار بودن ندارم. شوکت گوش کن، مرا دیوانه نکن. به همان هم جین هایم برآمدن. با من این طور گپ زده دیوانگیم رو نبرار. دمت رو گیر. آرام باش برادر، من تنها تو رو سنجیدم، یگان نیتی بد نداشتم نسبت تو. من برای سنجیدنم مگر برادر جان، یا مقال روسی است کو دویریای نوپرویریای. آن زن هم نقش پروفسیونالی بود، اکتریس زور بوده است. همه باور کرد، لیکن قریب من هم باور میکردم. لیکن من جورای خیرس نه، جورای تو هستم. برای همین باور نکردم تا آن زمانی که خودت نفهمی. چی رو فهمم؟ چی رو؟ آمده هزار بالا را بسرم رفت. استغفرالله. گوش کن برادر، در زیر کاسه یگان نیم کاسه هست. چرا نباشد این زن این خیل کرد؟ یافتم. چی رو یافتی؟ با من فهمون؟ این زنی بدبخت خوش دید که تو آدم پولدار هستی، خواست از تو پول کند. با من سفسطگویی رو بس کن شوکت. من پول دارم مگر ها؟ پول دارم ها؟ اینجا کپ دیگر است. چی باشد اما نمیدونم. این چخیل می شود؟
نفهمیدم. پدر جان برای این کار غمگین نشوید. خوب شد که سری وقت فهمیدیم. حالا سری وقت بود که ما همه این رو بفهمیم. برای این شکر باید بود. زهرا جان، ها جان بابا جان، یکتایی من، یکتایی لبه من. بابا جانم. مرا ببخش. اگر برای آیله دار شوی تو را مجبور نمی کردم. تو این خیل قرار ناگهانه نمی دادی. بابا جان، جانی من، لطفا خودتان رو گناهگار نکنید. در این شما چه گناه دارید؟ او در پیشانی نوشته نشده است. از کجا میدونستی؟ از کجا میدونیم که این کار حقیقت دارد یا اینکه نه ینگه؟ حالا هیچ چیز رو نمیدونیم. شاید آن زن دروغ میگوید. زهرا، باوریم نمیآید که باباید در این حالت است و تو حالو هم دامولا رو پشتیبانی میکنی. با خدا گپ نیست. تو این رو هم کردی. برادر جان، ها بگو. یک گپ رو به تو بگویم. بگو. با فراموش نکرده باشی. چی رو شکر؟ یعنی اما دورای سروایرونی ده با همین زن آیله‌دار شده باشی و فراموش کرده باشی. هی پسرم، تو بازگشته و برگشته موضوع رو با قفا برده ایستاده ای. در اول این سوال رو پرسیدی، من جواب دادم. تکرارا این رو نپرس. من شکر با خدا که حاضر با این شتم در پیشونت میزنم. تمام برادر، رزمیری پایافزارت 53 بود. آیله دار شده باشم میگویم که آیله دارم. تمام برادر جان، آخی آروم شو. من هم همه رو گفته ایستادم که یک محاکمه کنیم، یعنی محاکمه کرده پرابلم ایت رو حل کنیم. شوکت، یک گم شو با این محاکمه رانیت. تو مگر سرداری که محاکمه رانی میکنی ها؟ سرداری مگر؟ لبه عزیزم، علیو اونال زود به خانه ما بیا. همه کارها برباد شد. چی گپ شد؟ شوهر شونده زهرا آیله دار بوده است. نفهمیدم. چرا نفهمیدی؟ آخر شوهر شونده زهرا دامولا زیو بود کو آیله دار بوده است. ای اونال وحی شخص زن و کودک داشته است. خیر عزیزم، زود می آیم. بیا. بخیر سردار، کم نما شدید. در خزینه پلیس بسیار حجتای تفتیش نشده یافتم. جمع کرده آوردم. تو چی ها میگویی؟ حجت میگویم سردارم. آیا یگان کس از تو حجت پرسی؟ این سردارم، یعنی این حجت ها را یک جا باید تفتیش نماییم. با نقطه سنجی و زیرکی جنایتکارها را از خواب بیدار میکنیم. لوین حاضر به کرسی نشسته یک تا تفتیش میکنی. اینها را هر گونه خواهی سنجش کن، اما ما را همراه نکن. سردارم خفا نشود، اما شما راستی بعد از دستگیر شدن کارتکلاس عموما به کار اهمیت نمیدی. چی گفتی؟ آخر سردارم دیرون بغیر از کارتکلاس پر از رازان و عاقب پدر است. آنها را ما دستگیر نکنیم کی دستگیر میکنه؟ اوه بابا جان، من با شما فقط میگفتم، اما شما یگان بار گوش نکردید. رفته نبیرت آن رو با یک آدم ناشناس دادید، لیکن اونها رو باشد آموختید. بله، درباره شوهرت گپ زده اجنه های مرا بیدار نکن. سردارم، من شما رو فهمیدم. باز چی رو فهمیدی لوین؟ شما تا حال با ینگه حله آشنا نشدید، از این سبب قرض از من میگیرید. کاری تو چی؟ کاری تو چی؟ سردارم گوش کنید، زنان مانند کبوترند، چه خیلی قپیدنشون رو باید دانست. اگر فشار آوردی میمورند، اگر آزاد گذاری پریده گریخته میروند. از همین سبب آنها را در حال میانه گذاشتن لازم. بسیار هم سخت گرفتن خوب نیست. تو کیستی که مرا نصیحت میکنی؟ اخلاقی نکن. یعنی نصیحت نیو، من این رو از تجربه حیاتی خودم گفته ایستادم سردارم. چی خیلی تجربه؟ آیله داری مگر؟ من ندارم، خدا خود به نزدیکی زن میگیرم. زن نداری؟ سردار، پول قلیل بسیار قیمت، زورم نرسید. پسرم نه آیله داری نه زن داری، از کدام تجربه گم میزنی به عقل؟ سردارم، من تجربه دارم. هر کی نامخت از گذشت روزگار به خدا در حیاتش نمی‌آموزد از هیچ آموزگار. ای تو هم شاعر شدی چهارچشمه؟ سردارم راست گفتید، من شاعر نیستم اما استاد شاعرها هستم. شعری عاشقی در کار شد گپ زد. ای بچه، یگون کس تو رو برای درد سر من روان کرد، تو قصدن اینجا آمدی؟ توبه سردارم. ایدم از را گیر. سردارم، پگاه جنازه اکای کلتکلش خدا رحمتی است. میگویند که برد و تابوتی را که تو بردارن تابوتی سردارت را. من نمیروم، تو رو. لیکن با دقت باش تا قبرش رو چخورتر کنم. اطاعت سردارم.
бародар, ту як барона дар ҳавои тоза гашта ором шав пеш аз кафиданат. ман бошам инҷо каме ба худ фикр кунам. فکر کن تو اینجا فکر کن من میبرایم با زهرا گپ میزنم. тамом, ба янга саломи маро و علیکم سلام میگویم به همین هم سلام تو رو انتظار بود. خدایا توبه. тавба, ғазаби инро бинҳа. ман ҳеҷ чиз нагуфтам ку. یاردم ده. بابا جون با کجا؟ تنها بودن میخواهم. کس جومم را ده. مایلش من خودم را هیچگاه نمیبخشم. بابا جون لطفا این خیلی نگویید. غمگین مشو. تو یگان گناه نداری. همراهتان بیایم خوب است؟ خوبم. تنها بودن میخواهم. نه آیم. نه. می آمدم. نه. مایش دیدی بابایم چقدر غمگین شد. اگر کمتر گپی اپات رو گوش میکردی این حادثه ها رخ نمیداد. بس هست کاری شدگی شد دیگر در این موضوع گام نزنید که سرم رو در گرفت. کاری شدگی شد. شرمنده شدیم شرمنده. آی فروغ تو چی اینقدر بی‌پروا میگردی ها؟ یا خدایا با من چی گفتم؟ چی دهانم رو نکشویم؟ خودم را هیچ نمیبخشم. مادر چقدر به پدرم میچسبه؟ من امروز به همه چیز و به هر کس میچسبم. دومولوزیو رو فریبگر گفتم باور نکردید. اون شخص ساختکاری اصلی بوده است. برای چی؟ اینجا کار نمی کند. از یگان کسی شما کار نمی کند. گذراندید ینگه گذراندید. خوب کردم. او به کجا می رود؟ از پشت کودکش می دود. شاید. تو چی فکر کردی؟ با خود من طاقت کرده نمی توانم. این بلاهای به سرمون آماده رو ببین. این زنی بی عقل چی خیل همه رو برباد داد. من اکنون با زهرایم چی میگویم؟ خانم زهرا گوش کنید این حادثه ها با من یگان علاقه نداره. کردی ساخته کن. از پشت تو بابایم قریب میمرد. شخصی بی آر و ناموس دفته تو. نه دختر این خیل نمیزند آخر. به هر حال این طور نمیزند یا میزند. نه زهرا دوپلاسیو شما چی خیر با من این کارو کردین ها؟ چی خیر؟ به شما باور کرده بودم آرزو و امیدهای مرا شکستین. چه خیلی این رو با من رو میبینی زهرا؟ ها؟ با آن زن دروغگو چه خیلی باور میکنی؟ من تو رو دوست داشته بودم زهرا، لیکن تو حتی با عشق من لایق نبوده ای. حیف. چی؟ مرا دوست می‌دارید؟ ها؟ بله. ملاسیا مرا دوست می‌داشته از شرمندگی. دوست می‌دارم. من دوست داشته نمیتوانم مگر. خیال‌های خودت رو یک طرف گذار. ای پسر خیال‌های بی‌معنا کرده ایستادی. یا خدایا اکنون من چیکار میکنم؟ دوملاسیو شما چه خیلی این کارو با ما کردید ها؟
این چی گپ است؟ به من فهمونید؟ گوش کنید خانم زهرا، حادثه های این شب رخ داده حقیقت ندارن. اون زن دروغگو ساخته کار است. همه گپ هایش حقیقت ندارن، دروغ هستن. گوش کنید دملوزیو، حیات شخصی شما به من در کار نیست. تنها این رو پیشکی به من فهمونید تمام. من هم با شما گفته ایستادم که اون زن حقیقت رو نمیگوید، همه گپ هایش دروغ میباشن. آن رو اکنون بین خودتون گپ میزنید. چی رو گپ میزنم؟ با کی؟ پگاه با زنتون و میخورید کو؟ نه گوش کنید خانم زهرا، گفتم که اویلدار نیستم. چخیل زن، چخیل بخوری، چخیل گپ، من با او چی گپ میزنم؟ چرا با من باور کردن نمیخواهید خانم زهرا؟ این همش تهمت است، چرا با من باور نمیکنید آخه؟ خیر، چرا ازدواج ساخته رو قبول کردید؟ اول قبول کردید، بعد از فکرتون گشتید، بعد یکی قبول داره میگویید. این فکرهایتان یگان معنا داشتگیست دملوزیو؟ مقصد من به شما یاردم کردن بود خانم زهرا. اگر گویید که ازدواج ساخته را به آخر رسانیم، با ما موافق از به آخر میرسانیم، اما فراموش نکنید که واقعه اساسی در اینجا است. من راستگو بودنم را اثبات میکنم. فهمیدید مرا؟ این رو دیر یا زود به همه اهل اویلتون اثبات میکنم. همه اتون میبینید. من هر چیز زودتر این زن رو یافته خودم رو باید سفید کنم. سردار خوابتان برد، خفه نشوید، ناراحت میکنم. خیزف شب. خوابم برده است. زنی تو رو در خواب دیدم برادر. من آن زن رو یافته خودم رو باید سفید کنم شوکت. گپ زن؟ با کی؟ با اون زن؟ من آن زن رو از کجا میابم شوکت؟ گفت اون میخوریم. نگفت که در کجا شوکت؟ در جایی که با اون نکاح کردی. گوش کن شوکت، در عین حال با سری تو خون نرفته ایستاده است. از خواب خستی. میفهمم اگر این خیل دوام دهی، آن خونه که در رگ‌هایت میگردن جای جریانش رو نمیابه. با خدا حالت رو در اینجا بد میکنم. نباشد من خاموشی سما؟ هرچی بگویی بگو، اما گپ نزنه. من خیر من رو از این خانه راندی یا نراندی؟ شوکت تو چی مقصد داری؟ ها؟ چی مقصد داری عجبا؟ اگر رانده نشده باشه مشکلی نیست. اگر رانده شده باشه پس در یگانج خانه یافتنمون در کار است. گوسفند در فکر جان و قصاب در فکر گوشت. شوکت، از خانه رانده شدن و نشدن اما مهم نیست. من باید بیگناهیم را اثبات کنم. من تا بیگناهیم را اثبات نکنم قدمم را به اینجا نمیگذارم. لباسایم را عوض کرده از اینجا میرویم. یا توبه، رانده شده میگوید به من. نه جای خوب و راحت و گرم را یافته بودم، از برای همین میگویم آخر. زهرا، تو را به اینجا برای یک به یک گپ زدن دعوت کردم. به من همش را از اولش میفهمانی. دامولازیا را در کجا و چی خیل شناختی ها؟ بابا جان، شما در برای چی گپ زده ایستادید؟ گپ را تاب داده نیست. گوش میکنم تو را. بابا جان، گفته بودم که ما در نگاه اول به یکدیگر عاشق شدیم. بابا جان، از روی من شده بسیار غمگین شدن تو رو میدونم. باور کنید از روی من شده به این حالت گرفتار شدن تو رو نمیخواهم. اما چی زهرا؟ اما چی؟ اما یشین است بابا، من به زیا باور دارم. به دروغ نگفتن زیا باور دارم.
درون و بیرون زیا یک خیل است. بیگناه بودنش رو با ما اثبات میکند. بعضی هم باور دارد. این مسئله مشکلی ندارد و اگر اهل محل از این بخبر شود پس دختیم. چی خاموشی؟ یگون چیز تو هم بگو. چی گویم برادر؟ وقتی یگون چیز گفتن دهانم رو میپوشی. فکر دارم. چی را فکر داری شکر؟ حالا آقای اکرم به ما خورو خورده. یا توبه، ما در چی خیال و فلک در چی خیال. برادر هوا بسیار خنک شد. امشب در کجا خواب میکرده باشه؟ بیا در مسجد خواب میکنه. درو شام بخیر. حالا زنگ زود اومدم. درد رو نبینید. البته امشب تو نمیرسیدی. زهرا عزیزم خوب هستی؟ از رویت معلوم. البته که غمگینی. آخر من باورم نمی آید. در حقیقت هم باورم نمی آید. یعنی این دومولوزی ها اویله دار است. ما را چه خیل فریب داد؟ ما با او چه خیل باور کردیم؟ چی علاج؟ من در باره دومولوزی ها گفتگو میکنم. گفتگو میکرده است. خیلی تو را کی گفتگو میکند؟ بابا جان از برای خدا این طور نکنید. اون با ما یاردم دادن میخواهد، نمیبینید؟ به یگان کمک او احتیاج نداریم. بابا جان لطفاً کمی آروم شوید. لطفاً. عزیزم من میروم. اونال التماس نرفت. بابا این ناحقی است آخر. بله ناحقی. چی میشود؟ بله من تو رو در پایان انتظار میشم. باز در پیش من آمده خود نمایی دارد. گویا دامولازیا را گفتگو میکرده است. ما گفتگو نکردیم، او گفتگو میکرده است. او با آن مینچه خوردش به من گپ نشان میداد اکنون. بابا جان بس است اکنون. اپا جان لطفاً تمام شب با ما چی شدنش رو میدونید؟ میدونم و از دستی کی شدنش رو هم میدونم. من هم میدونم اپا جان. از برای من شد. از برای من. تمام. من گناهگارم. عزیزم آروم شو. آروم. زهرا راستش رو هم نگو. هم اویلم اون رو شرمنده کردی هم مرا. و اکنون با من گپ نشان نده کودک. اپا جان گوش کنید. من به زیا باور دارم. با اویله دار نبودنی او باور دارم. اما من با تو باور نمی کنم. در حقیقت باور نمی کنم. این دامولا خواهری مرا چیکار کرده باشد؟ بس سرم را درد گرفت. بابا تو هم با این دامولا باور میکنی؟ آن مرد یعنی دامولازیا امامی مسجد و دامولا است. درباره آن زن باشد هیچ چیز را نمیدانیم. یکی در حقیقت آن زن دروغ گوید. اگر دروغ نگوید چی؟ ها انا این را نمیدانم. همش معلوم. یگان چیزی نامعلوم نیست. این هم زنی اشتر است. وای عزیزم التماس خفه نشو. بابایم رو میدونی عصبی نشو. از روی حادثه دیروزی عصبش بسیار ویران شده است. تمام عزیزم تمام. تو غمگین تو نشو. این دامولازیا رو گفتگو کن. با گپی بابایم اهمیت ندیم. تنها به خاطر تو عزیزم. تشکر عزیزم. عزیزم خدا ما رو بخشد. در کجا خواب میکنیم؟ دارم اینجا خواب میکنیم. بی کورپچه؟ بله. هی خیز. کنی خیز.
پایهایت رو با اون طرف دراز نکن، آنجا قبله است. تو از کجا میدونی که اون طرف قبله است؟ ای شوکت، نماز خوندیم، قبله در اون طرف، پایهایت رو مانند من به این طرف دراز کن. همین طرف؟ بله برادر. این طرف نیمی من نیست. مشکل نیست، یک نگاه کن میفهمی. از اول هم خیلی فهمونی چی میشود برادر؟ شبت خوش برادر. مرغزیده را خواب میبرد و گرسنه رو نه. دعای قنوت را 7 مرتبه بخوان شد. ای شوکت برادر، مانند گربه ای راحت نگذاشتی مرا، لیکن دیدارو در قیامت برادر. با تو هم. بسیار میترسم سیلین، یکی اون زن در حقیقت همسر ملازیو باشد چی؟ بابایم رو غمگین کردم با سبب خونه ویرانی یک زن دیگر شوم. سفسطه نگوی زورو، به خونه ویرون هیچ علاقه دارد. حالا ما نمیدونیم که اونها اویله‌دار هستند یا اینکه نه. با من همش رو میفهمم زهرا. چی رو فهمونم اپا جان؟ تو با این دامولو چیکار کرده ایستاده؟ اویله‌دار بودنش رو میدونستی؟ زود کنی بگو. اپا جان تو چی میگویی آخر؟ من با تو باور نمیکنم. اگر تو با این آدم عاشق میبودی، الکی لیلی شده بودی. یعنی میفهمی که شخصی دوست داشتد اویله‌دار است و همه خلق گویا هیچ چیز نشده است. میشینید با خدا که مانند لیلی و مجنون شده اید. نه اپا جان، چون که آن زن دروغ میگوید. از کجا میدونی؟ چون که زیا این طرف میگوید. تو از کجا میدونی که زیا راست میگوید؟ شاید او هم دروغ گوید. تو از کجا میدونی که دنبال زیا دروغ میگوید؟ تو از کجا میدونی که راست میگوید؟ اونال در برای او کفت و کاپ میکند. این لازم است مگر؟ لازم. میبینی چی دروغهای او فاش میشوند. یعنی تو حالا پلیس یک دولت بزرگ رو برای کفت و کابی این استفاده میبری ها؟ بسیار خطای بزرگ میکنی اپا جان، بسیار. به فکر من یزدم رو خسته نکنی. خوب چرا بیازم رو برای این کار خسته میکنی؟ علاوه بر این زیاد دروغ نمیگوید. میبینیم نتیجه ها معلوم شوند. کنی این خط چشمانت رو کلان شده گپ زده میتوانی. میبینیم اپا جان، زیا به تهمت گرفتار شدنش رو به همه اثبات میکند. من به او باور دارم. من باور هیچ کس لازم نیست. تو با فکری من با او باور کردن میخوایی، اما این رو با شخصی 3 روز پیش شناس شده چرا میکنی؟ چرا اینقدر گپ میزنی؟ نمیفهمم. برای من میشد اینقدر هم نمیکردیم. من باوریم رو میگویم اپا جان. تو هم میبودی البته من باور میکردم اپا جان. مالش بگذار همین خل باشد. سلین محروم شدم. سلین تمام نابود شدم. شنیدی او چی گفت؟ یزنم دنبال زیا را کفت و کاب میکرده است. اگر ازدواج ساخته ما معلوم شود چی کار میکنم؟ زورو جان آرام شو، دنبال زیا هیچ چیز نمیگوید. سلین جان دنبال زیا یگان چیز میگوید نمیگویم. فهمیشی یزنم بسیار هم با قوت است. وقتی از یگان چیزی خورد شبه کردنش محو میشوم. عزیزم تو این خیلی چیزها رو فکر کرده غمگین نشو. چه خیلی غمگین نشوم؟ سیلی نشنیدی چه خیلی غمگین نشوم؟ عزیزم هیچ چیز نمیشد، راحت باش. آرام. زن نقشش رو بسیار خوب بازی کرد. به خدا آفرینش. اگر حقیقت رو نمیدونستم من هم با اویله‌دار بودنش باور میکردم. اما یک مشکلی هست. زهرا حالا هم با اویله‌دار بودنی دامولا باوری ندارد. شما خواطر نشوید. کار میکنم که زهرا هم باور میکند. انتظارم. من باید آن زن را یابم. اگر نیابم نابود میشوم آخر.
اگر زهرا را از دست دهم چیکار میکنم؟ برادر وای من نکن، آرام شو. در این شهر 20 میلیون اهالی است. او را میبخشی برادر؟ از کجا میوبی؟ تشکر خانم سیوان. نوش جانتان دامبلا. تشکر زیاد. حیف شوکت، اقلا حاضر نکن. من دردم رو فهمانده ایستادم، تو باشی با دختر نظر داری. برادر عصبهای تو ویران است. برای جنگ کردن قطعی من بهانه میجویی. این دختر زیبا رو چه نگاه نکنم؟ حالا هم گپ میزنه. ده بس کن شوکت. با کجا میروی برادر؟ با طهارت خانه میروم. میایی؟ من طهارت دارم، تو رو. روز بخیر خانم. روز بخیر، خوش آمدی. خوش باشه. با من دومولوزیا در کار. کمی پیش در آنجا با رفیقش صحبت داشت. تشکر. نمیارزد. اوه شوکتی بدنفس. اوه آقای کمیسرم چی شده؟ بعد از وفات کلتکلس هدایت یافتی با دومولا صحبت میکنی. چه دومولا آقای کمیسر؟ آیا شما در اینجا یگان دومولا دیده ایستاده اید؟ ای بچه، آن زن گفت که با دومولا نشسته بودی. با کجا رفت؟ کی رو میگویی؟ دومولا زیا. دومولوزیا کیست؟ ای بچه تو با من شوخی کردی ساده، کجا رفت؟ ها انا با اون طرف رفت. چی با اون طرف نگاه میکنی؟ استغفرالله کمیسرم، عصبی نشوید. ناگهان سوال پرسیدید، فکر کردم که در پرس و پرس سودی هستم. از همین سبب کمی خودم را گم کردم. بخشش کمیسر. چی پرس و پرس؟ آدم بری سوال پرسیدم آخر. استغفرالله کمیسر. ای خدای من از رو که خلاص میشوم؟ با اینجا از کجا پیدا شد؟ خوب میدانی برادر که کلتکلس رفیقم نامرد. کمتر غمگین هستم از برای او. شوکت لابه دومولوزیا در کجاست؟ دومولوی در اینجا نشستگی؟ به خدا از او یک سوال پرسیدم، دید که نمیداند، بهانه کرده رفت. چی خیل سوال؟ سوال. ای پسر، تو مگر دیوانه ای؟ عقلت رو خورده ای؟ چی خیل سوال؟ چی کمیسر، گناه خودکشی کردن به گردن کیست؟ این را از او پرسیدم. کلتکلاس خودش رو کشت کو؟ معلوم عجب با گناه او به کدامی ما نوشته میشده باشد؟ چرا به گردن من باشد؟ چرا؟ به گردن او است البته. آخر تسلیم میشد خودش رو نمیکشت. مایلش کمیسر، لیکن از یک طرف شما، از یک طرف کنعان دیوانه، او مجبور شده خودش رو به پایان شوکت، اگر او خودش رو نمیپرتافت کنعان او رو میکشت. گناهش در گردن کنعان است. شما غم نخورید، پروا نکنید. انا چهار چشمه دیوانه هم آمد. سردارم با خیر است که پیش از من اومدیم. آمدم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ سردارم پرسپورت کردم نماز جنازه کلتکلس بعد نماز پیشین خوانده میشده است در همین مسجد محله. کلتکلس میدونید که با خودکشی دست زده بود، برای همین خواستم در جنازه اشتراک کنم. سردارم شما هم طهارت کرده به جنازه اومدی؟ به جنازه نه، نزد دومولوزیا آمدم. ایمانیده او هم وفات کرد. چی میگویی؟ مرا دیوانه کرده. ای یک طرفی. خانم زیبا، میبخشید چایهای ما خنک شد. یک اثر نو چای دم کرده می آورد، از دست شما یک چای میخوردیم. این آدم کی باشد؟ با خدا که نمیدانم اکا. وای لینزه مونده ای؟ کار شما نباشد. رفتیم شاگیر. شوکت
شوکت در کجای 1 ساعت شد فریاد میکنم. آمدم برادر. چی میکنود اونال یک رو؟ تو را تو رو من مردم. مرا تا حال فراموش نمیکنم. همچون کلت کلاس نی آخیر، همچون دوملوزیا میجوید. دوملوزیا رو چکار میکرده است؟ چرا از من میپرسی؟ خودش رو نپرسیدی آخیر که. خیر برادر، بعد نماز پیشین جنازه رو در مسجد میخوانی، پیش درو میشوی. بله زنه. کی گفت؟ اونال گفت؟ نه لویند. یا توبه برادر، اکنون چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ آخرین وظیفه‌مون رو اجرا میکنیم. نماز جنازه خودت رو خودت میگذاری. همین خیلن؟ ها. خیر میکنیم. مجبور. یعنی او بیچاره هم حیات ما رو نجات داد. بله. از روی او از اونال یک رو از کنعان دیوانه خلاص شدیم. راست. آخرین وظیفه‌مون رو به جا میاریم. درست برادر. رفتیم. خیر رو آغاز میکنیم. برای کلت کلاس گریه نکن. آن مسئله علاقه پوشیده شد. بله محترم جماعت، امروز در اینجا همه یک جای با دل پر علم جمع آمده ایم تا شخص با نام کلتا کلاس رو که تمام حیاتش رو بیکس تنها به سر برده است جنازه کنیم. میخواهم بفهمم که حقتون رو حلال کرده. حالا در درون این تابوت کلتا کلاسی خدا رحمتی خواب است. بگوید او چه خیلی آدم بود؟ آدمی زور بود. محترم جماعت، چه خیلی آدم بود؟ آدمی خوب بود. حقتون را حلال میکنه. حقتون را حلال میکنه. حقتون را حلال میکنید محترم جماعت. شیری مادرش حلال خداوند شهادت شما را قبول گرداند. آمین آمین. برای خدا با نماز، برای میت دعا، هر کس با نیت باشد. الله اکبر. با نیت باش، نماز سر شد. مانده های کار. رحمت عزیزم. مادر جان نمیدونید که کی وفات کرده است؟ عزیزم، یک بیکس و بیچاره میگویند از بحر برآوردند گفتند. با فکرم خودکشی کرده است. آقای خلیل همین طور گفت. خیش و تبر نداشته است سپا؟ نه نداشته است. دخترم خوب استی؟ چی شد؟ هیچ چیز نی مادر جان. من لباسی هم روی وست کنم. برای او یک چای دم کنم. یک طرف رو این برادری من از خودم میدونم. استاد حالا هر دویمان تنهاییم. یک سوال پرسم استاد جان. هیچ خیلی تنها یک اطراف را بنجیری دلت نمیسوزد به من؟ اقلا به مرده ها دلت سوزد همین حاضر؟ خاموش باش. برادرم، برادر چخیل در جوانی خودت را کشتی، من را تنها گذاشتی رفتی. تمام برادر گریه نکن. دنیا هممون میمیریم. آخیر هم پدر هم بابا هم بیبی همه من او بود. خدا رحمتش کنه. آمین آمین. رحمت برادر. مرحمت اکرم. وای 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 وای، این اکه کانون است کو. اکه دستتان را بوسم. بوسه کردنی مرحمت.
اکای شما را یاد کردم. وای 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 پسری خوب کم نباش شده ای؟ همینجا دیم که اکا. تاب خورده بیا جای کارم را دیده ای؟ البته جای کارتم را دیدم. شخصی که مرد خیش تبارت می شود اکای کنعان. خیش و تبار؟ خیش و تبار؟ چه خیر خیش و تبار دشمنی اشدی هم بود. اگر او دشمن شما باشد من هرگز قبرش را نمیکنم. چنگیز این هم مانند تو به عقل است. سخنت را سنجیده بگو وگرنه تو را حاضر نابود می‌سازم. عذر میپرسم چرا ایستاده ای؟ رم دست شیف رو بوسه کن. کسی که میخواهد دست مرا میبوسد ها؟ بله شیف بله. با ماشین سوار شو کمتر چخ کنیم. اطاعت شیف. درو گوشو. شیف اویسته دستم رو زیر کردی. ای حیوان سرم را زدم. همه شون بی اخلاند. شوکت 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 این آدم رو از نزدمان کمی دور کن اینقدر نزدیک نشود آخر. ای برادر دیگه گریه نکن. ای مرد جوی گریست نیست. خشک تعذب نتی برادر عزیز خواهش میکنم. برادر خدا از شما راضی باشد. شما در این روز سخت مرا تنها نگذاشته. تمام داملو بخشش حضرت یک چیز از شما پرسم. کلتکرت را خوب گور کرده خورش را چکور کنده مگر ندیده چقدر چکور گورانده. یه داملوگر در این نیستم من باید به سردار معلومات دیدم. ده چخیلی که خواهی معلومات ده. گپ نیست تمام برادر بیا دیگه بس که گیره میکنی چی فویده برادر عزیز. یک کسل میشه بیمور شد بیا بریم اکا یک صحبت کنیم چخ کنیم. وظیفه همون رو هم بجا آورده مکنون پراکنده شد. استاد در بالای سری مایی دعا نمیکنه. دعا؟ بله استاد. دعا کردن لازم ها؟ هجری تو یکم بار دعا کرده ای؟ نه استاد نکردم اما بسیار میخواه. بیا در حق این بیچاره و بیکس امروز تو دعا کن. بیشوخی میگوید استاد؟ پسرم انتظار نکن مرا تست سر کن. خدا از شما راضی باشد استاد که در بالای سر این مای دعا خواندن را بر ذمه من گذاشته. خواهی جماعت آهسته روید. اذكر ما كنت عليه من شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنات حق ونار حق وأن الباق. کجا بودن اکم را نمیدونم. اقلا در چی حال بودنش را میدونیستم دیگر طاقت ندارم. جانم رحمتی پدرت از برای برادرت را همراهمان نگرفتنش بسیار پشیمان بود. من خواستم اما نشد. چندی بعد رحمتی پدرم همه خوابگاه ها را کفت و کف کرد ولی پیدا نکرد. مادر جان اونقدر مشکل است که اونقدر غم میخورم که فهمونده نمیتوانم. در کجای زنده است میدونم اما عزیزی من کاش که جایش رو میدونستم. من تو را به پیش او میبردم اما نمیدونم آخیر. به آخرین خوابگاه گریخته وی رفتی هیچ نشانی نیافتی.
مادر جان باید باشد. یگان چیز باید باشد. حتما او را مییابم. من او را مییابم. انشالله عزیزم، انشالله. برادرمه. این توی کلاس؟ خوب هستی برادر؟ خوبم. چی میشد؟ رفتن؟ خوبه. تو رو هم به خاک سپاریدیم ها؟ حالا از اونال هم از کنعان دیوانه هم خلاص شدیم. آرام شدی؟ آرام شدم. چه خیلی آرام. شوکت این کنعان دیوانه دنبال ما رو نمیگذارد. اونال دیوانه باشد ما رو روز نمیدهد. بیزار شدم. دیوانه ها از یک طرف اون زن. گوش کن، تا اون زن رو یافته گناه داملازی رو سفید نکنم به من راحت نیست. یا خدایا من با چی کارها مشغول هستم؟ آخر در جایی که خواهرم رو جستجو کنم کار کرده مرا بین. کی است؟ از اون بیوه پیامک اومد. چی میگوید؟ بخوره میگوید. برادر این دویم مرا چی بس یکون گپ هست. چی خیر برادرم شوکت، چی خیر؟ برادر من همراهت میروم. البته که میرویم. یگان نقشه داری؟ مرا گوش کن. تو در زمین خواب میکنی؟ وقتی با یک دیگر تباسم کردن مرا گوش کن. بعد چندی اون شخص می آید. اگر به تو سوال دهد دهانت رو نگشای که خیلی که من پیشتر به تو فهموندم وقتی من اشاره میکنم دویده او رو آغوش میگیری. میلش بعد مرا بالین پاپا میبره. میلش همین کار را تمام کنیم میرویم. تمام. با من سمبوسه خرید. بس از آخر روستم این قدر میخوری باز نکپی. این قدر چیز را در کجایت جای میکنی نفهمیدم. من سمبوسه خورده کلون میشوم. گبزنی کودک رو بینا. میلش آب رو بینوش. انا اومده ایستاده است. خیر در چیز کنی گوی؟ یا خدای تابا باز در برات کودک آورده ای. بغیر از من و تو در اینجا هیچ کس نیست. چی مقصد داری؟ بگو. سر کن سفسطگویی رو به یک طرف گذار. میلش دمولو همش رو میفهمونم. شما اول آرام شدید. بیو پسرم امکت رو آغوش کن بیو. چی خیلی آغوش گیرنی؟ کودکت رو یک طرف گیر. اینطور نشد. فهمون کنی؟ این خودش چی گپ است؟ دمولو مجبور شدم. وضعیتم بسیار بد بود. با پول احتیاج داشتم. اگر حالا احوالی مرا میدانیدی با این کودک در کجاها گوش نبودش نموندم. زندگی بسیار مشکل است دمولو. باور کنید یک چند بار خودم را کشتنی شدم اما این کودک را کی نگاه بین میکنه. بیا پسرم امکت را تیز آغوش. پسرم چرا آغوش میکنه؟ تو روید شینید آنجا. این خیلش ناز. نقشه بازیت رو تمام کردی؟ بله تمام شد. اکنون بگو تو این بازی رو برای کی میکنی؟ کی؟ گفتن نمیتوانم. چه خیلی گفتن نمیتوانی؟ با من نگاه کن. چخل گفتن نمیتوانی؟ همش رو فهمان. با خدا مرا زنده نمیگذارند. چه میشود؟ مرا سالم نمیگذارند. التجا میکنم مجبور نکنید که گویم. اما نگر تو رو در این بازی دروغین که استفاده میبرد. تو نگویی نمیروی. خدا من هم نمیشناسم. آخر به نظم آدمشون رو روان کردن پول دادن. بر در نزد کودک ما رو برای گپ‌های قبیح زدن مجبور نکن. کیستن ما به خدا من گپ‌هایم رو گفتم. وجدانم راحت است. رفتیم پسرم. خدای توبه کردم. هب بلا وجدانی تو. لابه چیکار کنم؟ آن زن رو پای بر. میلش این زن رو کی رو گرفته است؟ باید آموزیم. خیر میلش
کاری من حل شد. وقتی موندهش در دست شما. زهرا جان، باید همین حجت را یک جای از نظر گذارونیم. سلین، من هیچ حالتی دیده ندارم. سلین، به فکری تو این زن چرا دومولازیو را تهمت کرد؟ با تهمتی او باور داری؟ تو باور داری مگر؟ باور نکردم. از کجا دونم؟ خیر میلش دومولازیو این خیلی کار نمیکند، لیکن او هم مرد است. همه چیز شدنش ممکن. خانم سلین، مهمان داره. تمام حاضر می آیم. زهرا جان تو باز دید. سلین، من به دومولازیو باور دارم. باور دارم. قهوه بسیار هم خوب شده است. نوش جان بابا جان. من یک به حجرم درایم. می روید بابا. با تلفناتون پیامک اومد. بخیر باشد. بی عینک با چشمانی کورم چه خیلی میبینم ها؟ بابا چی شد؟ بابا اپای نشیده با اینجا بیا. آقای اکرم، اپای نشیده یوری تجیلی جرزنید. اپای نشیده. بابا جان با شما چی شد؟ نفس کشید. بابا جان با خود آقای اکرم نفس یوری کشید. تجیلی رو زود دعوت کنید. زودتر بابا جان یکان چیز گوید. بابا جان التماس آقای اکرم به خدای آقای اکرم. الو زود یاری تجیلی رو روان کنید. بابا جان تو قد کنید همش خوب می شود. بابا جان التماس با خود بیایید. بابا جان زیو لطفاً دروغ باشد. لطفاً لبه زورا بابایم. چی؟ بابایم چی شد؟ صورت های آیلوی دومولازیو را دید. اپا بگویید آخر بابایم چی شد؟ خیر آخر دیگر چی میشد؟ احوالش بد شد و بیمارخانه رفته ایستادهیم. زود بیا.